سلام علیکم عزیزان دل، امیدوارم که یکتون صحت سلامت هستید. در همین سامانه های اینترنتی، در سامانه فیسبوک، یک برادری بسیار با لحن شیرین زیبا، بسیار زیبا نوشته است، جمشید محکپور یک غزل نوشته است. باور کنید همین قدر معقول شد، همین قدر در دل نشست، شاید قرائت کنم شما را معقول شود. زندگی بر سر که آید مرد قابل می شوی، روبرو با صد عذاب و درد و مشکل می شوی. از سحر تا شام مهنت می کنی با خستگی، خسته جان و بیمدار پای در گل می شوی. حاصل هر کار خود را از خدا بین معتدل، چون خدا وقتی نداد بیبار و حاصل می شوی. همنشین بخیرت باشی بگردی بخیرت، همنشین فاضلان باشی فاضل می شوی. یار و همدل به حساب وقتی که صاحب منصبی، منصب از دستت رود به یار و همدل می شوی. جهل خود را با سکوت و صبر آرامش نما، ورنه به انصاف و بدگفتار و جاهل می شوی. با غم ناکامی ها می نمای زندگی، وقتی مردن می رسد انسان کامل می شوی. بهر پیدا کردن یک پارانان محکم پوری، تا بکی دور از دیار و یار و منزل می شوی.